بهلول. به چه خوب شد آمدی پسرمو جان. اینا به مشورت نیاز دارن. دست به کار شد. مشورت؟ اینو که همشون ژنرال بودن. هفته سلطنت نزدیکه. ما میخوایم یه جوری خدمات سلطنت رو برای رعیت تشریح کنیم. کارنامه سلطنت. خب توی این کارنامه نمره های منفی و تجدیدی ها هم هست؟ نمره منفی ها زیاده دیونه، نمیشه بیاریمشون تو کارنامه. اگه میذاشتین سر وقتش رعیت اعتراض کنه تا الان فرصت جبران داشتین. اینجوری نمره منفیتون خیلی کمتر بود. حالا که گذشته ها گذشته پسرمو جان، الان قرار کارنامه سلطنت کام رعیت را شیرین کند. خدا رحم کنه. حتما قرار کلی سکه طلا هم از خزانه خرج تشریح کارنامه سلطنت بکنین. نگران هزینه‌اش نباش دیونه، از محل اخذ عوارض اطلاع رسانه پولش جور کنیم. خب همین پولو به عنوان عیدی هفته سلطنت بدین به رعیت. هم خوشحالتر میشه، هم کارنامه سلطنت قشنگ براش جا میفته. دوباره بهلول چهره مردمی شد. خدا به عاقبت امروز ما رحم کنه. بهلول تازه 1000 سکم دادیم و سرود هفته سلطنت رو آماده کردیم. چی؟ هیچی نگو، گوش بده. رعیت ها از هر گروه و هر نژاد دست اندر دست هم باید نهاد. فارغ از هر زنده باد و مرده باد سر به راه سلطنت باید نهاد. رعیت ها این سرزمین نازنین دشمن بسیار دارد در کمین. داغ دارد هم به دل هم بر جبین. بوده نامش از قدیم سلطان زمین. احسنت احسنت. خریت یک حالت موقتی نیست. چیه پسرمو جان؟ بالاخره خوشت آمد؟ نه، در تعجبم یعنی تپه‌ای هست که شما روش باشین.